الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، امشب در باب ریا رسیدیم. باب چی؟ باب ریا. ریا چی معنا داره؟ یعنی عمل کردن بنده و نشان دادن غیر خداوند. با تاجیکی خودنمایی میگیم. چی؟ خودنمایی. همین در شریعت اسلامی ریا میگن. فهمیدید؟ خودنمایی. هر انسانی که عملی نیک نه اگر به خاطر اینکه یک مخلوق اگر بینش انو ریاکاره. چیه؟ ریاکاره. خداوند چی میگه؟ قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهكم اله واحد. خداوند برای پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که ای محمد، تو برای امتات بگو که من رنگ شما یک بنده هم. رنگ شما چیم؟ یک بنده. فقط فرق من شما همیه که یوحى الی، خدا برای من وحی میفرسته، یعنی پیغمبر من اختیار کرده. و اگر نه همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم غیبه نمیدونیست. غیبه نمیدونیست. همین چیزی خدا که خبرش میکرد میدونیست، چیزی که خبرش نمیکرد پگه نمیدونیست که چی گپ میشوه. پگه نمیدونیست این پیغمبر چی گپ میشوه. انما الهکم اله واحد. ای بدونه ای بنده هم که همین خدای همه شما یک خدا های. چند خدا های؟ یک الله. دو الله، سه الله نیست. همین یک الله های که همه مخلوقات آفرید. یک تعلیم برای شما میگه خداوند. چی؟ یک تعلیم. فمن کان یرجو لقاء ربه. نگاه کنه کسی که اگر بخواه که به خدا رو برو شوه، انمی ده عملی نیک باید همو یافت شوه. اگر یک تای همی یافت نشوه، خدا خچه نشون نمیته برای همی آدم روز قیامت. چیه؟ فمن کان یرجو لقاء ربه. و کسی میخواه که با پروردگارش رو پرو شوه و خدای بزرگ از او خرسن شوه، فلیعمل عملا صالحا. خداوند میگه که یکم کاری که تو انجام میتی به خاطر که من ایت خرسن شم، همیه که عملی نیک کن برای من. چکا که؟ عملی نیک. یعنی انسانی که عملی بد از دستی او سر میزنه، خدا با او ملاقات نمیکنه. خدا خودش برای گناهگار نشون نمیتیه. تا ای که در دوزخ همو حقش نگیره، همو حق عذاب شه، خدا او را نشون نمیتیه. دویم چی؟ یکم گفتیم عملی صالح. دویم ولا یشرک بعبادت ربه احدا. دویم ای که به خدا شرک نیاره در عبادتش. یعنی هر عبادتی کرد، چی ای نماز باشه، چی ای روزه باشه، چی ای صدقات باشه، چی ای خدایی باشه، به خاطر خدا باشه. اگر خدایی به خاطر همی باشه که بیرق بگیرم، به خاطر همی باشه که نخندنم، به خاطر همی باشه که زن حقارت نکنم، به خدا شرک آورده. فهمیدی یا نه؟ به خدا چیکار کرده؟ شرک آورده. برای چی؟ برای که در برابر باید خدا را نشون بدی. عمل تا خدا را نشون ندادی. کی را نشون دادی؟ مردم را نشون دادی که مردم بینن. به همین خاطر خداوند میگه که اگر همین ده عمل در شما یافت شود، یکم که عملی نیک، دویم که ریا شما نکنی. گفتن در باب خودنمایی گپ زدیم. دویم که اگر ریا نکنی شما، من خدمت برای شما روز قیامت، یعنی الله چه برای شما نشون میده و خوب شما را قبول میکنه. از حضرت ابی هریره روایت است که خدا چی میگه؟ انا اغنى شرکای عن شرک. من بایم احتیاج ندارم به کسی که یا مخلوق با من شریک میسازه. یعنی هر عملی که تی ای بنده کردی، به خاطر بنده ها کردی و به خاطر من نکردیش، من او عمل در کار نیستم. کی گپا میگه؟ الله میگه. گپا کی؟ اینا نگاه کن. نه سخن خدا، سخن هیچ کس نیست. نه سخن منای، نه سخن ایشانای، نه ملا هیچ کس نیست. سخن الله که الله چی میگه؟ کسی هر عمل میکنه که در او مخلوق های من، به خاطر مخلوق های من، به خاطری که مخلوق های من بینن، یعنی برای رضای من نمیکنه، دمو عمل در کار نیست. من احتیاج به او عمل ندارم. در دوامش چی میگه؟ من عمل عملا اشرک معی فیه غیری ترکته و شریکه.
میگه خداوند که کسی یک کاری نیک میکنه، یا عملی نیک میکنه، هر عملی نیک فکر که روزه باشه، نماز باشه، سخنی نیک باشه، درس باشه، قرآن باشه، امر معروف باشه، این فقط به عامی بیچاره را نیست، برای ملا و ایشان هم هست که اگر به خاطر بنده مینی و به خاطر دنیا مینی و به همین خاطره که همین مردم اگر در تای دستم بدارم، به همین خاطر مینی که همین مردم من حرمت کنن، این من ایشان به همین خاطر اگر کنم، خدا میگه من بیزارم ای عملتم ای خطم، ای عملتم ای خطم بیزارم. همین خلاص یا نه؟ اینا کی میگه؟ الله میگه ایگه. یعنی هر ایشان باشه یا ملا باشه یا عامی باشه، فرق نداره، در پیش خدا ملا و عامی تری گپ نیست، همه در پیش خدا یکن. هر عملی که میکنه اگر به خاطر پروردگار عظیم شأن نباشه، برای الله نباشه، ای ترس مردم باشه، یا که نخندنم، یا که حقارتم نکنن، یا ای که اگه میگن که بیچاره نداره با کون زدگی های دیگه ایدش چی نمی، اگر به همین خاطر باشه، والله که خدا میگه من بیزارم از همون صدقتم، ای همون امر معروفی ترم، ای همون حدیث خونیتم، ای همون قرآن خونیتم، ای همون سخنی نیکتم، ای همون نصیحتم، ای همون خداییتم، ای همون تویتم. اگر برای کی باشه؟ برای غیر خدا باشه. از حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمود: الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال. میگم شما را به یک حادثه یا به یک قضیه یا به یک سخن خبر نکنم که والله ای دجال ده، من ای دجال ده برای شما ای او ده سخت میترسم. همین دجال همین بدبختی های که همین مردم کافر میشن به خدا و همون را خدا میگن. این منطقه میگه که بارون نبار نمیبورن، مردم گشنگی میمیرن، میگه همین زمینه که ورار تیلاهاش میبرورن، در این پرش جنت در این پرش دوزخ. همین خداوند همه آدم میکشه زنده منه به خواست خداوند، همین قدرت را خدا دادستش. با وجود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که من او دجال برای شما نمیترسم، من پروا ندارم که او میاد شما را کافر منه، من پروا ندارم. نه که من این پروا دارم، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که انسان نماز میخونه، اگه باب ریا را نگاه کن، نماز میخونه، فیزین صلاته، نماز خوشرو میخونه، به خاطر چی؟ به همون خاطر میخونه یرا من نظر رجلی الی رجلی، نگاه کنه همین آدمی که بیرون است نبینه به حد بگن نماز خونه همین بچه. به خاطر کی که است؟ به خاطر مردم که است. میگه والله ای همون دجال من نمیترسم پیغمبر که شما را کافر مینه. او قضا و قدر الهی، کسی را خدا نگاه کنه مسلمان، کسی را خدا نگاه نکنه کافر میشه. نه که من ای میترسم که امتی من بسیارش بر ریا عمل شو و باطل مینه. هر انسان این مسئله را بفهمی، قسم به خدا اگر هر انسانی که یک کار نیک میکنه والله که به خاطر مردم میکنه، خدا قبولش نمینه، بیکاره. به خاطر اون مالی که صرف کرد در دنیا در پیش پروردگار جواب میده. در پیش پروردگار چیکار میکنه؟ جواب میده. یک سومی که صرف که هست به خاطر مردم که هستش، در پیش پروردگار عظیم شان چیکار میکنه؟ جواب میده. برای همون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که خداوند میگه که هر انسانی که عمل میکنه در همون عملش قطعی من یک کسی دیگر را شریک مینه. یعنی نمیگه خدا تا قبیل همین نماز کنیم، میگه فلانی همین خیلی که ایشان میدونه، ملا میدونه، مصفید میدونه، یا بوی میدونه، یا کمبغل میده، بینه بفهمه که من بچه نماز خونم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که الله جل شأنه میفرماید که من از همین نماز خون بیزارم، ای همون عملش هم بیزارم، در کار نیست. به همین خاطر انسان مسلمان باید هر عملی کنه برای الله کنه. اگر برای الله نباشه والله که اگر میلیاردها دلار در راه خدا صرف که اگر والله روز قیامت انمیق ذره فایده نمیکنه. دعا کنیم که الله جل شانو از جمله کسایی نگردونه ما را که ریا کنیم، عملهامون به خاطر خدا نکنیم، به خاطر مردم کنیم. خدا از این پناه بده و همه ما و شما را خدا نگهبان باشه. آمین.